یک جانداری هست در داخل رژیم به نام پاسدار نقدی، سرکرده بسیج. ویژگی‌های بسیج رو سرجم داره، یعنی بلاهت و پاچگیری و دزدیگرگی و رذالت و اینا همه درش سرجم هست. صاحب سبک در مشنگی، حتما دیدین که چندین بار تو قسمت مشنگستان خبر تو خبر پیدا شده، حقش هم هست. این هفته یک مصاحبه کرد به مناسبت هفته بسیج که در خلالش هر دفعه اومد حرف بزنه سکندری خورد. بسیجی که به طور معمول بهره از فهم و شعور نداره، وقتی خب کل نظامش زهرم بخوره دیگه میشه حد زد که چقدر پرت و پلا میگه. عمده ترین کاری که ما وارد شدیم بعد از این مسئله علوم انسانی و اسلامی کردن علوم انسانی، حوزه امر معروف و نهی از منکره. ما در این زمینه به طور جدی وارد شدیم و ما این کار رو محله محور کردیم. یعنی در خود محله نخوام برن یه پارکی رو اونور شهرگیر بیارن به کسی تذکر بدن. پایگاهی بود که نزدیک به 100 نفر افرادی که واقعا به فساد گرایش پیدا کرده بودن و 40 نفر از اینها به مرتبه رسیدن که بتونن عضو بسیج بشن، حتی افرادی که واقعا فاسد شده بودن. بله، پس میگه که از این 100 نفر اراذل و اوباشی که دستشون در رفته بودن و بسیجی نشده بودن تا حالا و جا مونده بودن، به هر حال 40 تاشون به دامن بسیج برگشتن، بقیه هم به زودی میرسن به بسیج. اما مهمترین و هیجان انگیزترین فعالیت‌های بسیج در این هفته از زبان نقدی. شاید مثلا 130 نفر 3-4 تا اتوبوس دانشجوها رو برمی داشتیم پایگاه بسیج محلات، میبرد از مثلا افطار تا سحر تو این کویر. اصلا یک کار بدی که واقعا این بچه‌هایی که میرفتن متحول میشدن و از اساس شاید تفکرشون واقعا دستخوش تحولات اساسی میشد نسبت به حقایق عالم. واقعا هم که وقتی یه سری دانشجو رو به زور سوار اتوبوس بکنن ببرن تو بیابون ول بکنن، حتما که دیدگاهشون نسبت به جهان عوض خواهد شد. اولین وظیفه ما بسیجی‌ها اینه که خودمون رو بسازیم. ترویج تولید مرغ خانگی و مرغ بومی که منسوخ شده بود، 1800 واحد تولید کود بیولوژیکی که میتونه جایگزین کود شیمیایی وارداتی بشه. یه توضیح هم در مورد برنامه‌های آینده و به اصطلاح اهداف بعدی که بسیج برای حمله در نظر گرفته میده. در قضیه هنر هم ما خلأ بزرگی داریم. اصلی ترین مشکل ما امروز در عرصه فرهنگی غربی بودن علوم انسانی در دانشگاه‌های ماست. فردا در 31 استان همایشی با حضور صدها نفر از بانوان برگزار میشه که علاقه به حجاب نداشتن، ولی با تبیین و روشنگری که صورت گرفته و علاقه‌مند شدن آمدن به حجاب برتر پیوستن. این نتایج درخشانی بوده که الحمدلله در امسال حاصل. بله، حالا به همین خیال باشه و ببینه که آیا بسیج زهر خورده میتونه وارد این کارها بشه یا نه. اگه اهل